امیدوارم هیچ پزشکی اولین کیسش اینجور موارد نباشه. چی بوده داستان؟ این پرنده تا جایی که داشته بهشون جوجه میداده و برشون مفید بوده که اوکی، ولی زمانی که حالا خودشون هم آسیب زدن به این پرنده، بحث اقدامات درمانی و درمان هست، ترجیح دادن که سر این پرنده رو بکنن بندازن دور، برن یه پرنده جدید بگیرن جایگزین بکنن و ادامه داستان. حالا حداقل خوبی این دوست عزیز این بود که این پرنده رو راضی شد به ما واگذار بکنه و این پرنده رو داد به ما. ما هم به علت شکستگی این پا داریم درمان میکنیم. وقتی بهشون گفتیم 50-50 و سختی قبول کردن که چرا 100% نیست، حاضر به درمان نشدن. بحث هزینه به تنهایی نبود. حالا کاری که ما قرار بکنیم اینه که چون این پا شکسته، اولین حلقه رو خارج میکنیم، پرنده مشکل گوارشی داره اونم درمان میکنیم. یه پیش بیهوشی هم به این بچه زدیم که به این وضعیت الان در اومده. بابا دارم صحبت میکنم، دارم باز میکنم پاشو که تحویلتون بدم. ببینید انشالله که پاش جوش خورده باشه و شما که هوشیارید، اینا که هوشیار نیستن هوشیار کنید. اونجا که این آرزو خانم یه ذره نمیدونم یه چیزی میگن، یه ذره سرصدا کرد و یه ذره هوچی بازی کرد و ننه من غریبا بازی کرد، ما مجبور شدیم که بکنیمش توی باکس، ولی پاشو وا کردیم. همونطور که دارید میبینید پاشو به حالت طبیعی داره روی زمین میگذاره و خب دوره درمان هنوز ادامه داره، ولی خدا رو شکر طبق اون چیزی که ما تصور میکردیم و نیاز داشتیم پیش رفته موضوع و خدا رو شکر